بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گهورند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. بچه های عزیزم، سخنان من گوش اندازید. من نه کمپیری تنهایی به سربانم، نه کمپیری به کمیدتی به خونه‌ام. در یک تری بلندی در دل یک وگانی گشتگیم. بارون ای بالا و برف میرسد سالی ترم. من یک آدمی غمزده‌ام. هشت پردن کردم. هشت پردن یک او هم بکشم چند، دو هم بکشم چند. انا آمدن این روز یک بودک های و یک بودک بعد تری دخترم من بودک منی کردم. من با بیرون رفتنیش نمیمونم، باید رفتنیش نمیمونم. رئیس های محله کارگره ارگن آمدن دید گفته بودک من 3 روز غم دادیستن، 3 روز من غم دادیستن. من در یک بگانی پری آبی گشتگی شدم. من کتلی بونی کردم، پروردگار را در کار شد بردید. چون یک کارگری ارگن را ندیدم، چون رئیس محله را ندیدم، چون رئیس جماعت را ندیدم. این روز چیده من رئیس جماعت کارگر ارگن خدام دادیدن، این که من غم دادیدن. من گش نمیمونم، تش نمیمونم. من شادی ارگ ندارم خمیر کنم. این بیایه وگان من ببینه من در چی حالت بدم، من در چی زندگی میکردم. آب ای بالا در طور سر من میتکی. من یکم کارگر ارگن یا که رئیس محله یا رئیس جماعت نیومدن ای حال من بپرسن حالی هم باشه. من در روی دست اونم دارم. من گاهش نمیگردم، به حال من نمیتونن، به حال من نمیپرسن که کمپیوتر چی رو دارید. دوله نشیدم، بعد تری عروسم دوله نشیدم. من خبرگیریم آمدن خیلی خبر در دل شد انداخت. من در خونه انداختن دادیم نه رئیس جماعت کدکم یا کارگرای ارگن کدک من که من ایک عدا میتن، من ایک غم میتین. برای چی من ایک غم میتین؟ من یک کمپیری کم بیدهتی غمزده 7 جای دیگری من شکاف شدگیه. خواهش دارم از شما که همه درد دل من با فرزند می، هم فرزند می هم پدر می، هم ستین مملکت های پروردگار تا اونه که باشد جناب عالی باشد در بالای سرمون، پدری ممکنه تایبانی ممکنه. همه سخنهای من با جناب عالی میرسونه. از طرف جناب عالی میایه، از طرف شما میایه. انا بیایه وگان در جای اقامت من کدگیره ببینه. از درد دل من شما با خبر شد. السلام علیکم بچه های عزیزم، بچه های مهربانم. من یک آدمی کمپیری تردده ترویرانم. چه گپ خطابی هم که اگه همی من برآمد شما به دل نگیره. من یک مادری فرزند مرده‌ام، یک مادری پیری در کوچه موندگیم. سربان ندارم، بونیگر ندارم، خونه حلال ندارم. من 6 سال کتلی بونی کردم. کتلی که خیلی بجاگه بودم. همین خود به مور من بونی کردم. در تای برف و بارون من در یک وگانی کلیکه من کتلی ما خواه کردم. و رو دلشی که کتلی من و پروردگار جان نسپارید به همون سری بارون قیامت. من کتلی را مردم تخت کردم. یگام تختیم نبود. من تخت کردم بیرون برآمدم. داد گفتم خیمه سپیدم وای خونم سوخت گفتم من قطعه کی زندگی کنم. خلق آمد هم بید هر مردم خیلی گویا که برون قطعی و برقطعی بودن در تای خاک تپیدن. یگام رئیس محله، یگام رئیس جماعت
به داد من نرسید. حالی من کندیدتم به کربانم بونیگر ندارم. در یک کوچه موندگیم در پای لیمولم. خلق آمد دوله میشیدم. خلق آمد دید من از یاد در خونه را انداختم. اینا بیایه وگانم دینه خونه های گرتگیل قدمم دینه. من با چی حالتم با چی عذابم. انا خودی رئیس جماعت آمده من غم دادستیم. من کجا بروم من چیکار کنم. من حقا برای شما خواهش دارم که همین عرضی غم داده در داده غم دلی من با جناب علی براتونه. من خواهی که ایتونه کنن خود من خودی با مردانم دوستیدم. من نون خدا ندارم. خودی من نون خدا ندارم. من کجا برم در کجا دین بگی کنم. من با شما میگم. علم ما با شما میگم. علم شما در وگانی پری آب بودم. در وگانی که آب ای آسمون میره. ای آسمون میگه در زمین میره در زمین وگانم بود. من دخموده من زندگی داشتم. رحمت به شما خواهش دارم. از شما التماس دارم. همه به که همه کاری من نبودیم. همه کاری من نبودیم. من نعیشی کنم. من کربان ندارم. من بونیگر ندارم. من کجا برم. در خاک پسم بکسمه با التماس میکنم با شما که همه جواب من همه سخنان دارم و جنابی اولی برم. این بیای وگان جای خوابه که من دخترم تخت دادم. اینمی وگان من بیای ببین. از شما من خواهش دارم. از خونه ندارم شده که من ندهنون اور ندارم که من گوشخانه کنم. لیکن یه خونه من ببینه که من در چی حالتم. شما رئیسا جماعت نمیبینن ما. شما رئیسا کارگرای چطور نمیبینن ما. رئیسا محله نمیبینن ما. من چیکار کنم. سرپناه ندارم. بونیگر ندارم. کجا برم. من از شما خواهش دارم. این بیا وگان ما ببینه. من در چه حالت بودم. دخترم من در تایی درون برف بارون خواب کردم. عروس من در درون برف بارون خواب کردم. من یک همچنین ماتم دادهیم. به من غم نمیدونم. از شما خواهش دارم. در خاک پای شما بکشم. خیلی نباشم. همه خواهش دارم که همه سخنای من با همه چی براره من. رئیسا جماعت بفهمن. کارگرای ارگان بفهمن. رئیس محله بفهمن. من یک هفته میشد 2 هفته میشد بیشتر میگردم. ندارم از کجا بخرم. بعد این زن سؤال 400 میگن که در 500 میگن که در من از کجا بیام. من دستیار ندارم کارگر ندارم. من از کجا بیام. از شما خواهش دارم. خیلی نباشم. خیلی التماس. سلام علیکم برادرای عزیز. این روز من نمیدونم که ای مهربانی جناب عالی دیده باور کنم یا این وضعیت. بینید برادرها چیکار کردین. کارگرای شهری وحدت حرام خرا اینا اومدین اینمی کمپیره که 2021 سیون که ای شهری وحدت اومدین لط کوبش کردین روی زمین کشیدین اینا. دیدی کارگری جماعت خطی ناظر منطقوی بین چی کارش کردن این مادره. اینا بنده اینا اشاره هم زدگیان. اینا بنده که کمپیر تا سهره گفته من خمه داینه فلق میکشم. جناب عالی 110,000 کیلومتر یا 100,000 کیلومتر افغانستان دور از دوشنبه میبینه که حقوق زن پایمال میکنه که در دولت خودش نمیبینه. اینا دیدین برادرها بخشی زیاد اینا دیدین بند فلق برای خود چه کرده. اینا کمپیر اینه میجا آمدین زده
اینجا کمپیری 82 ساله را اینا جای پای کشیدگی ممکن باشه اینا اینجا اینا میخه کشیدن کمپیر با مانندی بزی مسابقه که در مسابقه نشون میده بزار بز کشه و من دیگه میکشیدن در اینمی جوار لاتش کردیم دیده کمپیر تهدید کردیم که اگر در شبکه یوتیوب پرتایی کارگاه جماعت محترمیای مطرح میکشم دختر تامی با هم ترمه میکنم اینا وضعیت شهری وحدت کمپیره که 7 سال در این واگن زندگی کرد در این شرایط در سرش میگشت میمر چو میکرد جناب عالی چون نگاه نمیکرد رئیسی میری شهری وحدت گل میخره اینا اومدی کمپیره نویره یا به دعوتنامه باید طبق قانون جمهوری تاجیکستان دعوتنامه بتین و بگیرن با کمیسریات برن یکی متاسفانه نداده آمدین با مانند حیوان کمپیر علت کوب کردین دختر شما میخه گرفتین گودا کبار کردین بردین با مانند آدم ربا هیچ خیلی دولت های جناب عالی وقتی میگه دولت همه شمور باشه دولت همه شمورش هم خیلی های اینا بینین یگان فیدنه نیست های این پدن حالت هایی که در دولت در شهر وحدت کار میکنه با جوانها با گروه تروریستی اکستریمیستی وادار میکنن حقوقشان پایمال میکنن بعد برای سفید کردن خودشان لبای کار میکنن شهروند خودش سفید کردن نمیتونن چون این دولت نتونی ساخته چون دختر همین کمپیر در همین جا مرد اخه نکشده کنی شهری وحدت جواب بگه کو سودیه شهری وحدت چی نام دو شوه اپا رحمانوف محمد کنی جواب بگه که 4 گودک همیه با تهمت زندانش کرد برای 24,000 دلار که طلب کرد نتونست داده همی زنه تهمتش کرد برد ترمش کرد که در ملت تاجیک در دولت دوست بیسته دولت با همه یار طرفداری میکنه در ملت تاجیک کفالت بتیه که همی گودک همی با گروه تروریستی نمیرم وضعیت خواندن نداشتن اینا می شرایط از زندگی میکنه این خونه را یا صاحب کار انداخت اینا در یا زمین جنبیش اینا دیدین چه خیلی شیدگی کمپی در اینمی حالت اگر کمپی شرایطی ساز داشته باشه در اینا شاید دیدین نیمش قولی نه نیمش دیگهش لینچه بینه شهری وحدت جناب عالی بین چیکار میکنه کارگر رو یا با مهربانی جناب عالی احتیاج دارن یا یکی نگاه نمیکنه اینا یه وزیلت کوب که اگه بچه ها باید بلنی صبر اینمی کمپی اینا نمالش گرفتگی اکتیفاش گرفتگی کشیدگی اینا جای کشیدگی معلومه دیدین اینمی سر گرفتیان کدیان زدگی هنشه ایتای بغلش سیاه شیدگی اوجا جای نشان دادن کمتر نیوداب نای برادرو اینمی خیلی زدی هنشه باید کمپی دختر برهازی اگر بلنی صبر رو دخترها بگن که کی زد بگن که جماعت کارگری جماعت زد یا ناظر منطقه شهری وحدت زد روچکشان نمی نویسه یا سویتاشان میمره یا یه بلای دیگه میزنشون نمی بینن خواهش میکنم برادرای عزیز همه با جناب عالی روان کنه تا بیایا خیلی رئیسی جماعت فلان روی نکنه که با تهدید کنه یا را تهدید کردن که در یوتیوب اگر پرته ما شما را میکشیم فهمیده یه تروریست چی فرق داره لطو کوب کردن دست برداشتن بالای زن همه خیلی شما قانون زن حمایت میکنی با مرم برای تروریست گفته بشنانه در سری کدام خونه که بلا آمده باشه او دردی و خودش میدونه یگان کس دیگه نه جناب عالی تنبینه گوش نمیکنه اینا بینین در اینمی شرایط زندگی میکردن کنی رحمانوف محمد فرزندی خودش بیاد همی شرایط زندگی کنه کنی فرزندی رحمانوف محمد ای 17 سالگی ای 16 سالگی مکتب نروه بیاید در اینمی شرایط زندگی کنه و چشم بمره برای در خاک بمانه بیاید کوچخه کلان میشه کنی کفالت بتیه که همیا با گروه تروریستی داخل نمیشه او سال همی کانال وقتی پرت داشته همی مادره یا لیسه یا چسکوای جماعتی سیمیگای نومان روزیق
ای جماعت نومان روزیق شهری وحدت آمده ناظر منطقوی ایجای فرزند ایو که همین مسئولیتش برگردن هوای بود برای خواندن و پوشاندن دعوی اتهامی دزدی زده به اساس به دانشتن شاهد حکم دزدی زد یا پیرزاده میگفتین کی میگفتین بعد در اینجا گپ خبر بسیار شد که گوده خیلی میبینه کمبغل در این شرایط وقتی کلان شوه همه کسی بزگاه میگه دزده ای در این شرایط کلانش در مکتب دور موندگی یا در میگه تلفن دزیده یا در میگه از آنک کشته یا از آنک زده گپی وای اساس نداشت وقتی که گفتم من گفتم که همه بگو کاغذ پروکراتورا داره کی اومده وقتی کاغذ پروکراتورا گفتم فرار که نداشت پروسه در پیش مردم گفت که این جوان دزده انا وقتی که این کمپی را ویدیو کم پرداخت یه ماه پسش یه ماه پس یا 2 ماه پس تقریبا ای جماعت سیمیگنج ای جماعت بخشش ای جماعت نومان روزیق ناظر منطقوی با جماعت سیمیگنج ناظر منطقوی جماعت سیمیگنج که کاک بتو خودش سفید کم حقوق دارم بینه حرام خریه دلیل میگه دولت دلیل پیرزادش هم هسته که چیخه آمد دور آمد اینجا دزدی چیکار این کمپیر را زدن گرفتن این همیجا در بینه کمپیر 82 ساله را واقعا یه حالت بیناموسیه پدرشون حالا رئیس جماعت در اینجا رئیس محله میشن رئیس جماعت میشن زمین های چراگاه مردم هم میگیرن محکم میکنن زمین های جای کشت کار ده میروند بیده میکارن ملک شخصی میکنن با مردم کمبغل کمبیزاد ایوه مجبور های که با مبلغ 40-50 سوم بیده بخره اینا شرایطی همین کمپیر زندگی میکنه اینا اگر همین کمپیر بای باشه یا تروریست باشه در این وضعیت زندگی میکنه چون جنوبی عالیه نمیبینه افغانستان هم میبینه چون این نمیبینه یگان فتنه نیست برادران این درد این همین کمپیره یگان بلوگر نمیکنه وقتی گپ در دولت چی میگم ما برادرای تاجیکی ما فلان تاجیکی که با بسیارش کنکورس میبینه بسیارش فلان میکنه بسیارش ایش میکنه یکم این ایاده چورا نمیبینه نمیبینه اقلا یا سیون که نمیکنه نمیپرتویه و هیچ که ما گپ میرسه گفته چوه چی نمیکنه شما ملت باید دوست بدارین این میان نشان تین کارمنده که مسئولن باید چشم نپوشن اما شما را زدگی کیه؟ کمالوف گفتنی ای جماعت کار میکده اومده کمپی را ای نمالی سرش گرفته گفته تو 2-3 ماشین اومده حمله کردین کمپی را گفته که تو مخالفی نمیچیه کمپی را لط کوب کرده با رئیس محله شان وقتی که چوره نمیبینه با کدام مقامات زن میزنه میگه این وقت این ما دخل نداره وقتی که رئیس محله شان میگه ای دست شما یگان کار نمیایه سیان که کنه پرداین شما را ترمه میکنه آیا طبق قانون جمهوری تاجیکستان آیا همین طبق قانون هست این همی وضعیت در شهر خود به خودکشی آمده داده دست شهری وحدت که نظارت میکنه رحمان محمد دخترش برای 23,000 دلار ترمه کرد گودکاش به مکتب موندن جماعت یاردم نکه اگر جماعت یاردم میکنه چوه همین وگان همین حالت دمیشه یا همین خانه را خلقی دهه عدلی کدگی این همین خانه را 3 در خانه خلقی عدلی کدگی با خدا قولین های ساز نداره و نوجاش نیمش در لینچه های این شرایط کمپیر زندگی میکدگی این وضعیتش وقتی رئیس محلش هم میگن خیلی ما بچه همون اتهامی دزدی زده قریر رئیس جماعت وقتی تو ما را مانی میشه که شکایت نکنیم با ما زمین بوده که کشتکار که رئیس جماعت میگه زمین نیست شما دا زمین نیست ما زمین دادن نمیتونم میگه یکی خیاداماش 20 گکتار 15 گکتار گفتگی بیده کردگی رئیس محلش جای چراگاه را محکم کرده نمیدونم منون فامیله کی سب کرده هست نیست یا برای خودشون برای رنگ مور راه میگردن که چی نمونن ایزی چیشون نمونن کدگی در جای کشاورزی بیده کاریدگی به مانند خودش باغ کده یا منزل زیست برینه میگه این جای زوخوصه اگر جای زوخوص باشه یا
جای دیگهش بماند اوغلای و اوجا کارگرای زاوخوسا میبسته باشه. من نمیدونم این خیلی کارگره. اینا بینه حرام خری شهری وعدت با رئیسای محلش تهدید میکنه که شما نکنه که تو میبرم میشنونن تو. اینا کمالزاده کیای بر پدر یا چش نالد پهتای حرام را اینا میو سبب میشون که شهروندا دل سر شوه آدمایی که کم بغلن لقمه خامی تروریستا میشه. اینا می شهروند هازی در پیشش بیوی شلات کوب کردن این مادر نداره ای گودا بیوی شلات کوب کردن ای هازی توای اومدن باید بالنیسه برای که نداره شروعی لات کوب کردن ایش همه خیلی دیگه ای اگه جا وطن دوست بداره بگم من خدمت میکنم اگه جا معلوم که خود چند پرونه دامو خدمت ها اگه جا معلوم که بعد خدمت برآمده یک گروه های نزدتی اسلامی حرام خری دیگهش برای مافیات خودش برای فریبش کنه بمب بپوشونه بکفونش این گپ سری دین نیست گپ سری حرامای وحدت که جناب عالی باید چی نکنه در دیگه دولت ها که افغانستان در تروریست افغانستان در هست یکی وحدت تشکیل که گروه های تروریستی جوانای کمبیزاعت بینه جناب رستم خوشروبی جناب عالی خوشروبی خواهش میکنم بیاین خوشرو همین مادر رقماش هم میمونم خواهش میکنم جناب عالی پیشوای میلاد همین خواتن آواد کردی همین قدر به جان خود جبر کنیم و به خودکشی دست زنیم.